مثل برادرت مرد میکاسه. برادر چیه؟ دوست پسرمه. میشه یعنی میدونی ارن چقدر برام ارزش داره؟ میکاسا این شال گوهو برای تو گرفتم. چون ارن بهم یه شال هدیه داد، ما هم قرار میذاریم تهش هم با هم دیگه ازدواج میکنیم، 3 تا بچه پس میندازیم، اسمشون رو میذاریم شنگول و منگول هم بهش. دوستش داری؟ آره باحاله. معنای زندگی بدون ارن چیست؟ بودن یا نبودن؟ بچه‌ها اون تایتانه رو دیدین؟ به نظرتون کی میتونه باشه؟ ارن دیگه. با چشم غیر مسلم مشخصه. ولم کنین، اصلا شبیهش هم نیست. آه ای وای پشتایم. لق همتون. هر دقیقه فرصت دارین خودتون رو معرفی کنین وگرنه مغزتون رو میتره کنیم. آرمین همه فکر میکنم من واسه بشریت یه تهدیدم، ولی ته چه دیدی؟ من سرشم ندیدم. قانعشون کن دیگه. همکی بزنیم مادر. میتونیم به جای کشتنش برای پر کردن سولاخ دیوار ازش استفاده کنیم. نقشه فوق‌العاده یه قربان باید به همه خبر بده. بسیار خوب گوش بدید. نقشه اینه که با قدرت اون دیوار رو پس بگیریم. کاری که میکنیم اینه، اول باید به کمک اون. چی میگه؟ فکر کنم درکی از مسافت نداره. و سپس اولین پیروزی بشر در مقابل اون هیوله ها رو برای مطلقا درکی نداره. نقشه از این قراره. کسی سوالی داره یا نه؟ ظاهرا همه چیز مفهومه. فرمانده مسئلتون عرضی دارم. شوخی پشتوانتی با ارن آزاده؟ بله.